وقتا با یه رویا میشه از حادثه رد شد، میشه مثل یه غریبه آشنای خوب و بد شد. اگه بیراه نباشه جاده هم معنی نداره، مگه میشه یه مسافر پا تو بیراه نذاره؟ سهم ما از آرزوها جستجوی لحظه ها بود. بخون قصه سکوتو وقتی حرفا بی صدا بود. عاشقی رو زندگی کن. گاهی وقتا با یه رویا میشه از حادثه رد شد، میشه مثل یه غریبه آشنای خوب و بد شد. اگه بیراه نباشه جاده هم معنی نداره، مگه میشه یه مسافر پا تو بیراه نذاره؟ سهم ما از آرزوها جستجوی لحظه ها بود.
حرفا بی صدا بود. عاشقی رو